چقدر زیبا گفت شاعر. همین روزه بیماری ما را دیده گفت شاعر. این یک کسلی از در ما. بگو زور مشت از وحدت انگشت ها آید به دست. همان وقت مشت زور می شود اگر انگشت ها وحدت شود. نمی توان با یک انگشت کاری کرد، با یک انگشت جنگید یا با یک انگشت هر کاری. نه، چون معید می شود. اگر همه یک بشود انا این وقت زور می شود. صبح از خواب می خیزیم، امروز روز وحدت است، همه یک دیگر رو تبریک میکنیم. چی قدر نامه ها دارم من. روز وحدت مبارک، وحدت ملی مبارک. حتی شرکت ها تبریک کردن، اما چی بودن وحدت را کم میدونیم و کم احساس میکنیم. هنوز بیماری در قلب ما، در داخل ما هست. ما بی نهایت جدا هستیم، جدایی هستیم. پیش از اونی که تبریک میکنیم باید دانیم زور مشت از وحدتی انگشت ها آید به دست. قوم ما را از پریشانی نگه دارد خدا. همه شما را به روز عید وحدت تبریک میکنیم و از درگاه خداوند، چون تاریخ را می آموزیم، ما فیلم تاجیکان را کاربست داریم، می آموزیم از همون قدیم الایام چی قدر پریشانی بودیم و چی قدر اگر وحدت حقیقی را ما احساس کنیم ما باید یک بشویم، از یک گریبان سر براریم. همین را برای شما تمنا دارم. سرود ملی را نوشت، میگوید دیار ارجمند ما، به بخت ما سری عزیزی تو بلند باد، سعادتی تو دولتی تو بیگزند باد. زی دوری زمانه ها رسیده ایم، چی کارها را پس سر نکردیم. زی دوری زمانه ها رسیده ایم، اکنون به زیر پرچمت صف کشیده ایم. میگویم زنده باش ای وطن، تاجیکستان آزاد من. برای ننگ و نام ما تو از امید رفتگان ما نشانه ای. تو بحر وارثان جهانی جاودانه ای. خزان نمی رسد به نوبهار تو، که مزرعه وفا بود کنار تو. زنده باش ای وطن، تاجیکستان آزاد من. تو مادر یگانه ای، بقای تو بود بقای خاندان ما. مرام تو بود مرام جسم و جان ما. زی تو سعادت ابد نصیب ماست. تو هستی و همه جهان حبیب ماست. زنده باش ای وطن، تاجیکستان آزاد و عزیز من. وحدت ملی مبارک باشد.